قحطی بزرگ ایران که به ویژه در سالهای 1917 تا 1919 میلادی رخ داد، یکی از فاجعه بارترین دوره‌های تاریخی معاصر ایران بود. این قحطی به دلایل متعددی به وجود آمد و تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر جامعه ایرانی داشت. ایران در طول جنگ جهانی اول تحت تأثیر مستقیم جنگ قرار گرفت. اشغال کشور توسط نیروهای روسی و انگلیسی و همچنین درگیری‌های داخلی باعث کاهش تولید و توزیع غذا شد. تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی که به دلیل جنگ بر ایران تحمیل شد باعث کمبود شدید مواد غذایی گردید. ضعف دولت قاجار و عدم توانایی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به تشدید قحطی کمک کرد. برآورده‌ها نشان می‌دهد که در این دوره حدود 8 تا 10 میلیون نفر از جمعیت ایران به دلیل قحطی و بیماری‌های مرتبط با آن جان خود را از دست دادند. بسیاری از مردم به دنبال نجات از قحطی به مناطق دیگر مهاجرت کردند و در نتیجه بحران‌های اجتماعی و فرهنگی جدید ایجاد شد. قحطی باعث افزایش نارضایتی‌های عمومی از دولت قاجار و بی‌کفایتی آنها شد و به بروز قیام و اعتراضات منجر گردید. قحطی و بحران‌های ناشی از آن به تدریج به تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران منجر شد و زمینه‌سازی تحولات سیاسی بعدی گردید. در برخی موارد سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر اقدام به ارسال کمک‌های بشردوستانه کردند، اما این کمک‌ها به اندازه کافی نبودند تا بحران را حل کنند.